سلامی دوباره به برابکس چنل محسن و مهمان ویژش الی. این سری برعکس شده. چنل منه. من مهمان ویژم. خیلی خوش اومدم. حالا اگه گذاشت من معرفیش کنم. چنل من بفرم. میشه خفشی؟ چقدر زیر میزنی؟ چنل منه، مهمان ویژش هم محسنه. اومدیم با این موضوع جدید به اسم مستی و دردسرهای آن. دردسرهای بعد آن دیگه حالا دردسرهای قبل و بعدش هر چیزی مهم نیست. وای پر وسط حرف زدن. آروم باش. من سوال قراره امروز بپرسم و محسن با سوژه‌ای که توی زندگیش حالا توی 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه دیده در مورد مستی و دردسرای اون حالا یا قبل و بعدش واسهتون توضیح میده. خب سلام محسن، چطوری؟ سلام به بچه ها سلام میکنم، به همه سلام میکنم. سلام 100 تا سلام. امیدوارم حالتون خیلی خوب و عالی باشه و پر انرژی باشه. البته قبلش جفا اومده بود تو حرفای من. آقای جناب خانم محسن سلام 100 تا سلام. بفرمایید. چرا به ذهنت رسید اولش که این سوژه رو به اسم مستی درست کنی؟ چون I don't know. توی دوره‌ای که توی دوره زندگی تا به امروز آیتم های زیادی دیدم که مستی کردن و بعدش دردسرهای بعدش رو داشتن. منظورش این بوده سوژه های مختلفی دیده در مورد مستی و داستانه که بعد از اون برای این آدم ها اتفاق افتاده. اومد خیلی چوس کلاس بذار براتون تعریف کنه. آخه چرا واقعا؟ شل کن حرف بزن آقای محسن خان. خب برای نمونه داری تعریف کنی با اسم مشخصات. یه آقای بود به اسم بنوا. اولین سوژه‌ای که داشتی؟ آره. خب بنوا. این آقا هر روز ظهر آبجو سفارش میداد، ویسکی سفارش میداد. نه ببخشید، بنوا نه، اسم یارو کنیاک بود. چی گفتم؟ اسمش هم مشروب، کنیاک اسم یه مشروب هم هست. هر روز آبجو سفارش میداد، ویسکی سفارش، هر روز دائم مخم بود دارید. مثلا رأس یه ساعت خاصی سفارش میداد یا مثلا تو تایم‌های مختلف؟ نه رأس ساعت خاصی دیگه زیاد هم سفارش میداد که دیگه لازم نباشه اون روز دوباره سفارش بده. پس این آقای کنیاک رأس یه ساعت خاصی مثلا میخوای فرض کنیم 1 ظهر هر روز سفارش میداده تعداد زیادی مشروب. خب بعدش چیزی که من دارم میگم 4 سال ازش گذشته این داستانی که دارم. طی این 4 سال هنوز کماند میده، هنوز در درخواست مشروب میده تو اون اپلیکیشنی که من کار میکنم. آیا ایشون هنوز زنده هستن؟ چرا برای من دارک بود اصلا؟ تو این 4 سال تغییر تو قیافه این آدم دیدم. پس زنده است هنوز ولی قیافش داغون شده، قیافش ترکیده از قول گفتنی زنده بودنش. دیگه نکنم دیزی بفهمه، فقط مشروب میخوره حالا خوبه این میاد پایین غذاش، این میاد پایین مثلا یه غذا هم سفارش داده، مشروب هم میشه سفارش میده، این میاد پایین میگیره. یه سریای دیگه از طرف پایین هم نمیاد، تا پایین هم نمیتونه بیاد، انقدر داغونن تریه هستن. همین نزدیک خودمون همسایه‌مون هم از طرف اون روز توی فروشگاه بود. خب بذار ما یکی پیش بریم. پس سوژه اولمون یه آدم خسته‌ایه که فقط درخواست مشروب رأس یه ساعت خاصی میده و ایشون بعد از 4 سال هر انسان عادی تغییر میکنه، ولی این خیلی تغییرش سریع‌تر اتفاق افتاده به خاطر خوردن مشروب زیاد. درسته؟ خیلی واضح بوده. خب این سوژه اول بوده. سوژه دوم کیه؟ همسایه‌تون آقای پاتریک. بله پاتریک هم همین. پاتریک هم اولش هم من میدیدمش البته خوب پیر بود، آدم تنها. آره اینا هم همه اینایی که میگم تنها زندگی میکنن، آدمای تنهایی آره. هستن.
از تنهایی افسردگی بیرون هم نمیاد. پاتریک اولا میومد پایین همسایه‌مه. من اینجا یه استاپی بدم گفتی آره. مغازه اولو میرفته. آره بسا دارم هم مغازه هم میرسید. خب بعد دیگه نمیومد پایین دیگه، این آخریه پایین نمیومد. برگردیم به داستان مغازه. اون سری تو فروشگاه دیدمش، من حواسم بهش نبود. رفیقم برایش گفت این به فرانسوی برایش گفت این ریده آنش چسبیده اومده رفته نشسته رو صندلی با ماشین چون میره خرید میکنه. چندش نشسته رو صندلی، این که ریده نشسته خودشه، تو همون شلوارش ریده بوده، نمیدونم شاید هم پمپرز بزرگسالان داشته. این انه از شلوارش زده بود بالا، رو کمرش اومده بود. نه دیگه نه، این وضعیت درست نیست آقا، این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. بعد قابل دیدن بوده، یعنی با چشم من ندیدم. اون طرفی که به تو گفته دیده. اون گفت من دیدم. ها یعنی اون لحظه که آقای پاتریک توی فروشگاه بوده دوست تو دیده و به تو اشاره داده، تو هم دیدی همون لحظه. پس دیگه صحت بر این کار داده شده. آره بله خب یه اون صحنه که دیدم حالا اشاره نکنم که اشاره میکنه به پشت کمرش ریده نشون میده که اومده تا بالا. هر سری میگه ریده اومده بالا کمرش قم میکنه نشون میده. من نمیدونم چرا واقعا. خب کامل با ریاکت باشه دیگه این اثراتشه دیگه، این دردسرای بعدشه دیگه. طرف دیگه خیلی خسته بود. الان هم که حالا ما اول ویدیو قراره همون تابمیل ویدیو یه عکس بذاریم که عکس دم در خونه پاتریکه که چه اتفاقی افتاده بوده. پاتریک چند روز پیش صبح من خواب بودم، دیدم صدا میاد، صدا تق و توق، مثلا شاید اسباب کشیه. دیدم نه خیلی زیاد شد. دیدم آتش نشانم اومدم با تبر و اره برقی و خیلی پمسم ندیده بودم تا الان. اصلا دارک بوده، تق میزنه در خونه رو بشکنیم بریم تو، یارو نیست، 3 روز ازش خبر نیست. خب هیچی دیگه. من از دور راه رو هم ما خونمون جوریه که هر طبقه بینش دالونه، هر قسمت دالونه یه راه روه، در واقع جنوبی ها میگن دالون. اگه جنوبی میگم زد بالا. راه روه بین هر طبقه. صدا رو نزدیک سمت راست، آره سمت راست و 4 تا واحده، سمت چپ هم 4 تا واحده. من راست بودم، از دور تو اون راه رو داشتم، ته راه رو میدیدم که یه مأمور آتش نشانی وایساده بود، یکیشون هم تبر دستش بود، از دور داشت تبر رو میزد. من نمیدیدم در خونش رو چون تو رفتگی داره، دیوار بود. به خاطر همین صبحم بود از خواب بیدار شده بودم، حوصله نداشتم صحنه این دارکی رو درک کنم. گفتم اومدم تو خونه کارامو انجام دادم چون دیگه سر صدا میومد نمیشد بخوام. ولی خیلی بد بود. بعد که دیدم در خونه‌ش، حالا عکسشو میبینید شما. اول ویدیو عکسشو میذاریم مرده. گفتم مرده، برای همین نرفتم در خونش. یعنی حالت پنیک به دست داد. ترسیدی. الیا هم برایش هم گفتم یه همشه اتفاق افتاده. نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشد. که بعدش وقتی که به من گفت که برای پاتریک چه اتفاقی افتاده و آتشش رو اومدن در خونش رو تبر زدن و اینا، نشون میداده که طرف چند روز تو خونه اصلا حالش بد بوده که از خبر نداشته. بعد تا اینکه نگرانش میشن و زنگ میزنن این ماجرا پیش میاد. بعد میگذره من پایین از سرایدار میپرسم که جریان این پاتریک چی، آیا زنده است مرده؟ بعد گفت آره یه 2-3 روزی حالش بد بوده تو خونه، جواب نمیداده دیگه. زنگ زدن به آتش نشانی و پلیس و اینجور چیزا، اون ور بکس اومدن در شکوندن و بردنش. الان 2 روزه بیمارستان، حالش بهتره و خدا رو شکر که نمرده طرف و زنده است. ولی این آخر عاقبت تنهایی و مستی
و نوشیدن پشت سر همه که تهش این شکلی میشه. کنم 60 سال داره دیگه. همه آیتمایی که من میگم بین 55 تا 70 دارن. کلا سیستم اروپا این شکلی، این آدم ها تو سن خاصی که میرسن همشون نه البته، ولی بعضیشون که دیگه مثلا زن و بچه ها که دیگه میرن از 18 سالگی، زناشون میمیرن یا حالا جدا میشن، مشکل روانی کنن که نمیتونن زندگی کنن تنها که میشن، افسرده میشن. کسی اینجا به قول گفتنی کسی باید کاری نره، طرف که افسرده که میشه دیگه به کس در خونت در بزنه روی زندگی مورده افسردگی دیگه خودت باید دلت بال خودت بسوزه. حالا این وسط یه پرانتز باز کنم که بگم یه پیرمرد دیگه ای هست که من یه روز که داشتم میرفتم سر کار اون پایین دیدم، خیلی واسم جالب بود، داره یه قسمتیش هم با مزه و دارک بود. این یه آقایی هست همیشه رأس یه ساعت خاصی میشینه توی لابی، بعد با یه کیسه پلاستیکی همیشه کنجکاو بودم این چرا رأس یه ساعت خاصی میشینه توی لابی، تا اینکه آخر کشفش کردم. محسن یه ماشینه توزیع غذا میاد رأس یه ساعتی، مثلا فرض کنید 12,000 میاد به این آدم غذا تحویل میده و این آدم میشینه ساعتها اونجا توی لاوی که این ماشینه بیاد رأس ساعت 12 بهش غذا تحویل بده. به خاطر تحویلش هم کلی هم خوشحال میشه. ببینید اون روزی که من دیدم غذا رو تحویل گرفت، اول که برگام ریخت که چنین ماشینی هست، بعدش هم این خوشحالیه که تو داشتن که اوه غذا اومد، اصلا باورم نمیشه که این آدم ساعت‌ها منتظر مونه برای گرفتن غذاش. ولی خب اینی که دارم میگم این آدم خیلی سنش زیاده، فکر کنم 90 سال داره، حاجی خیلیه دیگه وقتی سن که بالای 80 که میره چشای آره چشاش زده بیرون، بعد قرمزه زیرش، اینو همیشه شده ولی مهربونه. من هر سری مثلا میخوام بیام تو بهش اشاره میکنم میاد نه اینجوری نیست، همیشه بازش خوب باشه هر موقع خوشحال باشه غذا خوب خورده باشه، بازش خوب نباشه سلامت هم بریم، بازش که خوب، آره این نکته رو باید حتما میگفتم، بازش خوب نباشه به جواب سلام هم بده دیگه. این بود از قسمت بنده خدا البته بنده خدا صداش هم نمیشنمه، کم میشنمه. آدم دار که اینجا زیادی دیگه هم کلا پیر که میشن گوشاشون مشکل داره میشه. یکی اسپانیایی هم هست که با واکر میاد، اون دیگه چاقه بنده خدا، الکلی نیست. حالا انقدر یه آدم الکلی دیگه هم بهتون بگم جمع کنم داستانو بره. یه آدم توحیده است، آدم گدایی هست سر چهارراه نزدیک خونمون، رو ویلچر میشینه؟ نه اون نه، یارو هست موهاش بلند ریش داره، نمیشناسم. خب یا هیچی هم نمیگه، یه ذره سیاه هم از قیافش. خب نجات پرستی نکن. نه پوست سیاه، رنگی پوسته، رنگی پوست. ببین این آدم هیچ دیالوگی نداره، خب برای همه به جلو همه دست دراز میکنه، همونجا تو خیابون میخوابه، سرما گرما بارون. روز دیدم لباس یه دونه این لباس هوایی های جدید اومده، چلوار و شورتک و پیرن، یکی اومده بود براش خریده بود، چون خودش که نمیخره یا کفش مثلا براش خریده بودن چون کفش نداشت یه مدت اونجا که بود. خیلی دار که دیگه همیشه میبینمش، هر روز میبینمش. خب اینم مشروب زیاد میخوره؟ شدید شهر حدی که تو دیگه مثلا اینجا لیول بندی داره دیگه، کم الکلش لیول بندی داره. 8% من دیدم همیشه 8% مثلا برندای داغون هم دارن، مشخصه که یارو بعد بیاد 50 سنت یه یورو اینا بگیره ده جمع بکنه بره فقط برسه به اون الکل موقعی که کنارشه نمیاد سمت ماشین، موقعی که الکل آبجوی کنارشه نمیاد، مگر اینکه در فروشگاه نشسته باشه الکل کنارش باشه میگه اصلا یه درخواستی میکنه. خب حالا این اپیزود مستی و عاقبت‌های قبل و بعد از اون اینجا به پایان میرسه، ولیشون خیلی دارک بود.
میخوام یه تقاضا کنم از محسن که ببینم میتونه برام انجام بده نه. میتونی یه جوک بگی آخرش؟ No! God, please, no! 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 نمیتونم بگم. الان هیچ جوکی نداری؟ موزیک بابا برات دستم می‌خونم. سوخته، نزن دست به دستم نزن. میخوام برات یه موزیک بخونم. خب بده بخونم. خب بخون، نمیخوام اینقدر نزدیک می زدم و دوله مستم و شنگوله مال خوبی دارم کیفولم و دوله پاهم چرا انقدر کج و راست میشه بی معرفت هر جا دلش خواست میشه عشقم کشیده اینجوری باشه. هم که داره میخونه خوبه من که آدم از شما عشقی میخوام باشه. که داشتم. بچه ها لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هر سری که ما پادکست میذاریم براتون بیاد بالا و این باعث بشه که بقیه هم بیشتر ببینن. ازتون ممنونیم که باز به این اپیزود ما باز گوش کردیم. به زودی میبینیمتون، یعنی میایم با یه اپیزود جدید و یه موضوع جدیدتر. بریم تا این دیوونه تر نشده. بای گایز.